میدونستی که عکاسی یکی از شغلای پرخطره؟ مثلا یه روز داری میری سر پروژه یهو خف میشی. آره، اتفاق افتاده، اونم برای من. یه روز یه خانمی تو اینستا به من پیام داد و گفت برای روز تولدش عکس و ویدیو میخواد. همه چیز خیلی عادی و خوب داشت پیش میرفت جلو. شرایط عکاسی رو براش فرستادم، شرایط رزرو تایم رو براش فرستادم، بیانه رو برام زد، تایمش و روزش و همه اینا رو با هم فیکس کردیم و همه چیز عادی و خوب قشنگ رفت جلو. و من توی تایمی بودم که به هیچ عنوان وقت سرخاروندنم نداشتم، اون قدری که پروژه هم زیاد شده بود و صبح تا شب درگیر پروژه عکاسی، فیلمبرداری، ادیت و کاملا سرم مشغول بود و نمیتونستم، یعنی شرایط یه جوری نبود که مثلا بخوام لوکیشن رو مثلا باش فیکس کنم از روزهای قبل و اینا. یه چند روز بعد که گذشت گفت میخوام توی باغمون عکاسی و فیلم برداری کنی و منم قبول کردم. روز عکاسی که رسید برای من لوکیشن باغشون رو فرستاد و اصلا نگاه نکردم که کجاست اون لوکیشن. ساعت 8 شب من راه میافتادم که تا 8:30 9 برسم سر لوکیشن. راه افتادم و رسیدم به آخر لوکیشن و توی مپ به جایی رسیدم که داشت منو میبرد توی جاده خاکی و اونجا بود که دیگه وایسادم و نرفتم توی اون جاده خاکیه و زنگ زدم گفتم که من رسیدم سر اون لوکیشن ولی جاده خاکی نرفتم داخل. گفت اوکی، منم یه چند دقیقه دیگه میرسم و با هم بریم. بعد اوکی، یه 2-3 دقیقه بعد زنگ زد، گفتش که برو دقیقاً تو همون لوکیشنی که برات فرستادم 2-3 نفر میفرستم که راهنماییت کنن تا دم باغ. و خیالم کاملا راحت شد که خب اوکی دیگه، الان مثلا آشنایی، فامیلی، مثلا کسی رو میخواد بفرسته که من برم سر لوکیشن. من رفتم سر لوکیشن وایسادم، یه 2-3 دقیقه بعد یه وانتی اومد. وانتیه که اومد یه مرد خیلی قد بلند چاق اومد سمت ماشین، شیشه رو زد، من یه ذره شیشه رو دادم پایین. گفتش که برای فیلم برداری تولد اومدی؟ گفتم آره. گفت اوکی، در ماشین رو باز کن بریم. بعد در ماشین رو باز کردن و اون لحظه بود که مشت زد تو صورتم و چشم رو باز کردم دیدم 2 قمه زیر گلوی من و اون لحظه بود که فهمیدم من خف شدم که به فنا رفتم. خیلی داستان تلخی بود برام اون لحظه. واقعا تنها شانسی که آوردم این بود که ماشینم رو ازم نبردن. کل وسایل عکاسی و فیلم برداریم، گوشیم، ساعتم، دوربین و هر چی که داشتم رو بردن. حتی به کافشنم هم رحم نکردن. من مانی قهرمانی هستم، به کانال والسین خیلی خوش اومدین. بعد از اون داستان کلی شکایت و پیگیری و اینا که به هیچ جایی نرسید. الان حدود 1.5 تا 2 ساله که از اون داستان میگذره و پرونده من هنوز توی دادگاه بازه. حالا با اونا کار ندارم. من توی این مدتی که گذشته بتونم وسایل از دست رفتم رو جبران کنم واقعا خیلی سختی کشیدم. یعنی شب و روز کار کردم، تلاش کردم تا بتونم حالا اونا رو جبران کنم و همه اینا فقط یک دلیل داشت، اونم علاقم نسبت به کارم و هدفی که توی ذهنم داشتم. و اگر شما عاشق کارت باشی، یک بار که 10 بار دیگه هم بخوری زمین بازم بلند میشی و ادامه میدی، چون اونقدر کارتو دوست داری، اونقدر دیوونه کارتی که هر اتفاقی هم که بیفته بازم ادامه میدی. و اینجور موقع ها خدا واقعا هواتو داره. یعنی من توی این مدت فهمیدم که خدا چقدر منو دوست داره و چقدر کنارمه. پس اگر بخوای مطمئن باش که خدا یه جوری مسیر رو برات قشنگ میچینه که خودت هم باورت نمیشه. پیشنهادم به تصویربردارها و عکاسهای عزیز، لطفاً قبل از اینکه بخواین سر پروژه برین 50% مبلغ پروژهتون رو بگیرین. حتما بگیرین. این یک. دو، این که لوکیشنی که میفرستین لوکیشنی باشه که قبلا رفتین، سیفه، حالا خودتون چندین بار رفتین، خیالتون راحته. لوکیشنی رو نرید که مشتری براتون میفرسته. یعنی کاملا مقاومت کنید و بگین که لوکیشنی که من میگم باید بیای. واقعا این یه تجربه‌ای شد برای من. دیگه بعد از اون داستان به هیچ مشتری اعتماد نکنم و تو لوکیشنش نرم، مگر اینکه مشتری قدیمی باشه، چندین بار باهاش سر پروژه رفته باشم، خیالم راحت باشه ازش و مثلا هر جا بگی اوکی هم که برم، این هیچ مشکلی نداره. این بود داستان خفگیری من. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو کنار من بودین، به حرفم گوش دادین
و خیلی دوست دارم که نظرتون رو برام کامنت کنید. یه اتفاق خیلی بدی براتون افتاده رو برام کامنت کنید، حتما میخونم. و اینکه لایک یادتون نره، چنلمو که سابسکرایب کنید. هر هفته منتظر ویدیویی خیلی خفن‌تر از من باشید. پس امیدتون رو به هیچ عنوان از دست ندین و بسپردیش به خدا.